در واقع سازماندهی مناسب. خب طبیعتاً البته همچنین توانمندسازی هم داره. بله، اولویت اول طبیعتاً با اونهایی است که به صورت غیرقانونی و غیر مجاز وارد میشن و یه حضور دارن. تمام کشورهای دنیا هم همینطوره، سازوکارهایی دارن. کشورهای دیگه هم باید احترام بذارن به اون سازوکارها و قوانین داخلی. طبیعتاً ما در این ساماندهی که صورت خواهیم داد اولویت اول با اونهایی است که غیر قانونی اومدن یا در واقع مجوز اقامت ندارن و این دیگه برای کشورمون قابل تحمل نیست و همه آسیب می‌بینن. فرصت‌های شغلی زیادی گرفته میشه، اما با یک برنامه‌ریزی علمی مناسب و یک ساماندهی و سازماندهی مناسب. و انتظارمون هم از به هر حال همه افغانستانیایی که در ایران هستن تلاش کنن برن به کشور خودشون، اونجا رو بسازن، آباد کنن، محل زندگی و وطن اونها اونجاست.